انکشاف و ترقی یک مملکت وابسته به رشد تجارت و حمایت از سکتور خصوصی در آن کشور می باشد. از این رو امارت اسلامی افغانستان در تلاش است تا اقتصاد، تجارت و به طور خاص سکتور خصوصی به معنای واقعی آن رشد نماید و امارت اسلامی من حیث تسهیل کننده و حمایت کننده سکتور خصوصی دائما می باشد. کشوری که رنج و درد فراوان را تحمل نموده از این طریق به طرف رشد و ترقی هدایت شود. یک نمونه از این برنامه‌های ما عقد قرارداد اعمار نوی خیرخواه مارکت با سکتور خصوصی می باشد که زمینه فعالیت بهتر را برای تجار و دکانداران در یک فضای بسیار عالی فراهم نموده و شما عزیزان امروز شاهد افتتاح آن هستید. قرارداد کمپلکس متذکره به شکل قرارداد مشارکت عامه و خصوصی بعد از طی مراحل آن در ادارات و بخش‌های زیربط در جلسه شماره 10 مورخ 24/8/1400 کابینه امارت اسلامی افغانستان مورد تایید قرار گرفت و بین مقامات اماراتی، شرکت سرمایه‌گذار سنسکای گلوبال، اتحادیه متضررین و شرکت ساختمانی ترکیه پمتک به تاریخ 7/9/1400 هجری شمسی به امضا رسید. بعض افغانای ما شما معلومات دارین در کشورهای دور و نزدیک بسیار سرمایه گذاری های زیاد کردند اونجا. بیایند، درست است در اونجا هم سرمایه گذاری داشته باشند، در وطن عزیز خودم بیایند در اینجا سرمایه گذاری بکنند تا از یک طرف وطن عزیز ما و شما آباد شود و از جانب دیگر برای جوانای عزیز ما و شما که به خاطر به دست آوردن یک مشت رزق حلال خود به مسافرت‌های دشوار مبتلا می‌سازند تا جلو از اینا هم گرفته شود و همچنان برای از اونها اشتغال در داخل کشور عزیز ما و شما مهیا شود و یک عده هموطنان ما و شما که به اساس بعض تشویش در کشورهای بیرون رفتند، برای از اونها هم پیغام مایی است که دروازه افغانستان برای همه هموطنان باز است. افغانستان خانه مشترک همه ما و شماست. بیاین بخیر در وطن، هیچ مشکل برای هیچ کسی در اینجا وجود ندارد. بیاین در وطن خود در اینجا زندگی داشته باشین، زندگی با احترام، زندگی مسالمت آمیز داشته باشین، یک جا وطن عزیز خود با هم آباد بکنیم.